همه فکر میکردن تموم شده، دیگه چیزی باقی نمونده بود. دقیقه 90 بازی از دست رفته و فقط یه فرصت مونده بود. اما رئال مادرید تیمی نیست که قبل از سوت آخر تسلیم بشه. ارسال کرنر، میلیون‌ها چشم فقط یه نقطه رو دنبال کرد. یه نفر بود که هنوز ایمان داشت. ضربه سر قدرتمند، دقیق، انگار از دل تاریخ بیرون اومد. توپی که راهشو گم نمی‌کرد و داشت یک فصل جدید رو می‌نوشت. و بعد در ثانیه‌ای که هیچ کس فراموش نمی‌کنه، 92-48، لحظه‌ای که تاریخ عوض شد. لحظه‌ای که یک رویا دوباره زنده شد. از ناامیدی به ایمان، از سقوط به حماسه. این فقط یک گل نبود، این شروع یک عصر بزرگ بود. عصری که رئال مادرید رو دوباره پادشاه اروپا کرد و همه چیز از همون یک ثانیه شروع شد. 92-48، لحظه‌ای که تاریخ عوض شد و هیچ مادریدی این لحظه رو فراموش نمی‌کنه. بچه‌ها سلام، به مادرید فوکوس خوش اومدین. امروز می‌خوایم راجع به یه نفر صحبت کنیم که وقتی اسمش میاد یا عاشقشی یا ازش متنفری. سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید، کابوس همه مهاجما و به نظر من و خیلیا بهترین دفاع تاریخ. خیلی دفاع اومدن و رفتن. یه سری تک‌زن خوبی بودن، یه سری هم تمیز بازی می‌کردن. ولی راموس فرق داشت. اون فقط دفاع نمی‌کرد، اون اعصاب حریف رو به هم می‌ریخت. کاری میکرد که حریف از همون ثانیه اول بفهمه که امشب اصلا شب راحتی نیست. راموس گل مهم کم نزده توی مهمترین شب‌ها، فینال چمپیونز لیگ، ال کلاسیکو و نیمه نهایی‌ها. وقتی همه قفل میکردن راموس جلو میومد. همه میگن که راموس خیلی کارت قرمز میگیره. آره دقیقاً درست میگه. ولی چند تا از اون کارت قرمزا تیمو نجات داد، چند تاشون نتیجه بازی رو عوض کرد، چند تاشون قهرمانی آورد واسه ما. همه فقط اعداد و ارقام میبینن، ولی راموس فقط میجنگید برای بردن، نه برای اعداد و ارقام. جام‌های راموس فقط عدد نبود، تو همشون رد پاش هست. چمپیونز لیگ گل، جام جهانی گل، یورو گل. اون مهره تزیینی تیم نبود، اون هسته تیم. مالدینی افسانه بود، نستا هنرمند بود، بکنباور نابغه بود، ولی راموس همه اینا رو با هم داشت، به اضافه یه چیز دیگه، جنون برنده شدن. اون حاضر بود بد به نظر بیاد ولی تیمش حتما قهرمان شه. حالا نظر تو چیه؟ راموس بهترین دفاع تاریخه یا کسی دیگه تو ذهنت داری؟ حتما تو کامنت ها بهم بگو و اگه از این نوع ویدیوها خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کن.